سلام، وقتتون بخیر. تو این آموزش میخوام در رابطه با ابزارهای هوش مصنوعی و بحث تولید محتوا برای سوشال مدیا یا کلا تولید محتوا صحبت بکنم. آموزشی که در این جلسه بهتون داده میشه با این رویکرد هستش که شما هیچ آشنایی اولیه‌ای با هوش مصنوعی یا ابزارهاش ندارید. ما تو جلسه قبلی در مورد ابزارهای چت‌بات هوش مصنوعی صحبت کردیم، بحث پرامپت ها رو توضیح دادیم و یک پروژه عملی که در اون جلسه آموزش داده شد این بود که چطور با استفاده از چت‌بات ها سناریوی یک پست اینستاگرامی رو دریافت بکنید. حتما اگر اون جلسه رو ندیدید ببینید، لینکش رو هم براتون مجددا میذاریم که بتونید به اون ویدیو دسترسی داشته باشید. اما تو این ویدیو میخوایم مفصل در مورد ابزارهایی که در خصوص تولید محتوا میتونن بهتون کمک بکنن صحبت بکنیم. روی کرده من تو این آموزش اینه که بهتون نحوه کار کردن با همه ابزارها رو آموزش بدم. یعنی تو این ویدیو قراره یاد بگیرید که فارغ از این که اون ابزار چی هستش بتونید باهاش کار بکنید و در کنارش یاد میگیرید که چطور کار کردن با ابزارهای مختلف و پیدا کردنشون رو در واقع خودتون انجام بدید. یعنی حتی اگر آموزشی هم در دسترس نبود برای اون هدفی که مد نظرتون هست یا نخواستید آموزش ببینید، بتونید با استفاده از مفاهیمی که تو این آموزش در اختیارتون قرار میگیره در واقع هر هدفی که دارید رو دنبال بکنید. خب بریم با هم دیگه جلسه آموزشمون رو شروع بکنیم. یک نکته‌ای که در مورد تولید محتوا بسیار اهمیت داره، رودمپ یا نقشه راه تولید محتوای ویدیویی هستش. ما هر سبک محتوایی که بخوایم تولید بکنیم، چه متنی، چه ویدیویی، چه تصویری یا هر محتوایی که در سوشال مدیا منتشر میشه، علل خصوص اینستاگرام یا حالا محتوایی که تو اینستاگرام گذاشته میشه میتونه توی یوتیوب یا تیک تاک هم منتشر بشه و هر محتوایی که شما میخواید تولید بکنید یک خط روند و یک سری اجزای مشخص داره که من بهش میگم رودمپ تولید محتوا. توی این آموزش قراره که رودمپ تولید محتوا رو بهتون توضیح بدم و بگم که اجزایی که یک محتوا دارن چطور میتونه با استفاده از هوش مصنوعی تهیه بشه، تولید بشه و در نهایت توسط شما در سوشال مدیا منتشر بشه. توی مسیر تولید محتوا چند کلید موفقیت وجود داره از نظر من. کلید موفقیت یعنی چی؟ یعنی شما اگر یک سری اصول رو رعایت بکنید در کار کردن با ابزارهای هوش مصنوعی و در مسیر تولید محتوا، خیلی بهتون کمک میکنه که نتایج بهتری داشته باشید و این کلیدهای موفقیت در واقع المان‌هایی هستن که توی این مسیر میتونن باعث میشن که سریعتر به نتیجه برسید. عامل اول مهارت جستجوه. یعنی شما باید آدم جستجوگری باشید و برای اون نیازی که دارید بتونید بهترین گزینه رو پیدا بکنید. من راجع به مهارت جستجو تو این ویدیو صحبت میکنم و کامل بهتون آموزش میدم که چطور بتونید خودتون اون چیزی که نیاز دارید رو با سرچ کردن پیداش بکنید. کلید بعدی مشاوره از AI یا هوش مصنوعیه. من توی جلسه قبلی که توضیح دادم گفتم که شما با داشتن قدرت پرسشگری و به چالش کشیدن ربات میتونید مشاوره خیلی دقیقی از هوش مصنوعی دریافت بکنید. حالا اگر شما سوالات متنوعی رو از هوش مصنوعی بپرسید و در واقع با توجه به نیازی که دارید، اون ابهاماتی که دارید رو از هوش مصنوعی بپرسید، میتونید جواب کاملتری بگیرید و این مشاوره گرفتنه میتونه یک مشاوره مثلا 1 دقیقه‌ای باشه، میتونید یک سوال از هوش مصنوعی بپرسید، یا اینکه میتونید مثلا نیم ساعت 40 دقیقه 1 ساعت در رابطه با یک محتوا هوش مصنوعی رو به چالش بکشید. و اینجا تنها چیزی که تاثیرگذاره این پیگیری شماست که چطور از این ابزارهای چت‌بات مثل چت جی پی تی، مثل گراک و جمینای و امثال هم هستن استفاده بکنید. توصیه میکنم حتما توی بحث محتوا انقدر از هوش مصنوعی سوال بپرسید که محتواتون صیقل داده بشه، اون ایده‌ای که داره بهتون داده میشه تغییر بکنه، بهینه بشه و به یک محتوایی تبدیل بشه که بهترین خروجی رو بهتون میده. کلید بعدی موفقیت الهام گرفتنه. الهام گرفتن یعنی چی؟ یعنی شما اگر میخواید یک محتوای قوی تولید بکنید، خیلی هوشمندانه است که از کسایی که دارن تو اون سبک فعالیت میکنن، تو اون شاخه فعالیت میکنن الهام بگیرید. یعنی به عنوان مثال اگر یه آدمی داره توی حوزه مثلا آشپزی تولید محتوا میکنه و ویدیوهاش وایرال میشه و محتواهاش ویو خوبی میخورن، خب شما هم میتونید از اون بخش از سبکش که مورد علاقتون هست، براتون جذاب هست و میتونید اون سبک رو شما هم انجام بدید، در واقع از اون سبک الهام بگیرید. این موضوع باعث میشه که سریعتر بتونید یک سبک قوی رو پیدا بکنید. یا مثلا توی یه سری از شاخه ها ممکنه که یه سری از ایده ها کلا ترند باشن. مثلا توی هوش مصنوعی که ما فعالیت میکنیم یه سری از ایده ها هستن هر کی میسازه وایرال میشه و خب خیلی جذابه وقتی همه دارن میسازن و وایرال میشه و اون ابزار مخاطب خوبی رو جذب میکنه. خب بهتره که منم اون ابزار رو معرفی بکنم و روی اون ایده جذب مخاطب داشته باشم. و کلید موفقیت بعدی بحث ترکیب برنده است.
ترکیب برنده هم یه جورایی مثل همون بحث الهام گرفتنه. وقتی میبینید یک سبک محتوایی یا یک المانی که توی محتوا استفاده میشه، یک ژانر محتوایی نتایج خوبی داره، خب خیلی خیلی هوشمندانه است که شما هم در واقع از اون ترکیب برنده استفاده بکنید. یا مثلا توی بحث استوری ها اگر میبینید که یک سبک استوری نتایج خوبی رو در بر داره، خب شما هم میتونید از اون ترکیب استفاده بکنید و از اون روند الهام بگیرید و شما هم اون مسیر رو پیش بگیرید. کلید موفقیت بعدی آزمون و خطاست. یک نکته‌ای که خیلی اهمیت داره توی بحث تولید محتوا اینه که شما آزمون و خطا بکنید تا بتونید بهترین نتیجه رو دریافت بکنید. یعنی به عنوان مثال اگر یک سبکی رو دارید تولید میکنید و یک روشی رو دارید پیش میبرید ولی جواب نمیده، اشکالی نداره، برید یک روش دیگر رو تست بکنید، یک مسیر دیگر رو در پیش بگیرید. یا به عنوان مثال از یک ابزار دارید استفاده میکنید و اون ابزار خروجی قابل قبولی بهتون نمیده، انقدر تغییر بدید، انقدر از پرامپت های مختلف استفاده بکنید، ابزارتون رو تغییر بدید تا بتونید یک خروجی قوی و با کیفیت رو دریافت بکنید. آزمون و خطا کردن خیلی مهمه. اینکه من یک مسیر رو پیش بگیرم و فارغ از اینکه اون مسیر نتیجه میده یا نه هی ادامهش بدم و هی تکرارش بکنم، تو خیلی از موارد جواب قابل قبولی ممکنه نداشته باشه. استمرار داشتن و استقامت داشتن تو مسیر تولید محتوا خیلی مهمه، خیلی تاثیرگذاره. اما استمرار داشتن روی یک مسیر اشتباه، مسیری که اصلا جواب نمیده، به نظر من یک تصمیم نادرست میتونه باشه و یه وقتایی لازمه که شما فارغ از اینکه حالا استمرار و صبر و استقامت دارید، مسیرهای مختلف رو هم تست بکنید و روش‌های مختلف رو امتحان بکنید. شاید اون مسیری که مناسب شما هست رو هنوز پیداش نکردید. در نهایت هم اسلاید آخر رو من اسمش رو گذاشتم پیدا کردن شاه کلید. شاه کلید یعنی چی؟ یعنی من بتونم سبکی رو پیدا بکنم که اون سبک منه. من با اون روش اگر پیش برم 100% میتونم نتایج قابل قبولی بگیرم. هر آدمی توی سوشال مدیا میتونه سبک خودش رو پیدا بکنه. ممکنه که مثلا من بتونم روی ویدیوهایی که با هوش مصنوعی و با آواتار ساخته میشن نتایج خوبی رو بگیرم. ممکنم هست که نه، مثلا من با ویدیوهای فیسلس نتایج خوبی رو بگیرم. سبکتون رو باید پیدا بکنید و وقتی آزمون و خطا میکنید، روش‌های مختلف رو تست میکنید، از بقیه الهام میگیرید و راه‌های مختلف رو روی پیج خودتون، روی محتوای خودتون تست میکنید، در نهایت این شاه کلیده پیدا میشه و اونجاست که شما حالا میتونید رو اون هی استمرار داشته باشید، هی تکرار بکنید تا نتیجه‌ای که مد نظرتون هست رو بگیرید. بریم اسلاید بعدی. در کار کردن با ابزارها نکات خیلی مهمی وجود دارن. توی ویدیو قبلی هم راجع بهش صحبت کردیم. یک نکته مهم داشتن اکانت جیمیله که من راجع بهش صحبت کردم. در آموزش قبلی با هم دیگه یک اکانت جیمیل ساختیم. میتونید برید اون قسمت از ویدیو رو ببینید و لازمه که حتما یک اکانت جیمیل داشته باشید. موضوع بعدی داشتن تحریم گذر یا همون وی پی ان قویه. خیلی از ابزارهای هوش مصنوعی نیاز دارن که شما یک وی پی ان قوی داشته باشید. موضوع بعدی خلاقیت و آزمون و خطاست. یعنی روش‌های مختلف رو تست بکنید در کار با ابزارها و یه مقدار خلاقیت داشته باشید. یه وقتا یک جمله، یک متن توی یک پرامپت میتونه تغییرات خیلی بزرگی رو در نتیجه ایجاد بکنه و این موضوع زمانی اتفاق میفته که شما در واقع اون سوالی که دارید از هوش مصنوعی میپرسید با خلاقیت باشه. یه وقتایی واقعا یک سوال درست از هوش مصنوعی میتونه همه چیز رو تغییر بده. و استفاده نامحدود از ابزارها. یک نکته‌ای که خیلی از افراد در واقع تصور اشتباهی نسبت به هوش مصنوعی دارن اینه که میگن خب هوش مصنوعی ابزارهاش پولیان و محدودیت داره و همه این داستانا. ببینید خب محدودیت وجود داره. اگر من بتونم این محدودیت ها رو دور بزنم جذابه، میتونم به خودم افتخار بکنم. این که من صرفا بگم اون محدودیت هست و چون محدودیت وجود داره من از ابزارها استفاده نمی کنم، به نظر من این موضوع اصلا جذابیتی توش وجود نداره، صرفا یک بهونه است. الان خیلی از ابزارها وجود دارن، مثلا شما میتونید 1 دقیقه با اینها ویدیو تولید بکنید به ازای هر اکانت ایمیلی که دارید. خب جذابترش چیه؟ من یه راهی پیدا بکنم که بتونم این محدودیت رو دور بزنم. آیا میشه این محدودیت ها رو دور زد؟ بله، 100% میشه. اما آیا همه میتونن این محدودیت ها رو دور بزنن؟ لزوما نه. شما اگر دنبال دور زدن این محدودیت ها باشید 100% راهش رو پیدا میکنید. من الان آموزش دور زدن این محدودیت ها رو بهتون میگم، خیلی هم ساده است و بعدش ادامه آموزش ها رو با همدیگه پیش میریم. خب من اینجا چند تا هوش مصنوعی دارم، اینا رو نمیبندم، اینا بمونن تا دوباره بهشون برگردیم. خب یک سایتی وجود داره به نام تمپ میل. توی گوگل سرچش میکنم. سایت تمپ میل چیه؟ من اول بحثم بهتون گفتم که شما برای اینکه بتونید از ابزارها استفاده بکنید لازمه که یه اکانت ایمیل داشته باشید. خب شما یک بار اکانت ایمیل رو میزنید،
اعتبارش تموم میشه. 1 دقیقه ویدیو میسازید و تموم میشه. این سایت تمپ میل چیکار میکنه؟ سایت تمپ میل کاری که انجام میده اینه که براتون ایمیل های موقتی میسازه و این ایمیل ها تا چند دقیقه کار میکنن و بعد از اینکه شما توی سایت ها لاگین کردید، اکانتتون رو ساختید، میتونید در واقع اون اکانت ایمیل رو دیگه بهش نیازی نداشته باشید و کلا این ایمیل هم از بین میره. حالا چرا من اصرار داشتم که جاهای شما نیاز به اکانت جیمیل خودتون دارید و الان دارم میگم که میتونید از تمپ میل استفاده کنید؟ ببینید یه جاهایی مثلا در کار کردن با چت بات ها حافظه چت مهمه. اینکه من فرزان اسلامی ام و دیروز این چالش رو داشتم، کارم اینه و این اطلاعات در مورد من وجود داره، اینها توی حافظه هوش مصنوعی ذخیره شده توی چت بات. خب این حافظه رو چی ذخیره میشه؟ در سرورهای اون چت بات، اون ابزار هوش مصنوعی ذخیره شده و اون حافظه به اکانت جیمیل من متصله. من اگر بیام یک اکانت ایمیل موقتی بزنم و برم توی یک هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی اکانت بسازم، خب اصلا بعداً به اون حافظه دسترسی ندارم. اون اکانت موقتیه. پس لازمه که من یک اکانت معتبر داشته باشم برای یک سری از ابزارها. برای یک سری از ابزارهای دیگه ای که خب اشتراکشون محدوده و حافظه و اینا خیلی اهمیت نداره، من میتونم از این جیمیل های موقتی استفاده بکنم. برای خیلی از ابزارها این موضوع کمک کننده است، کار میکنه و توصیه میکنم که حتما از این سایت استفاده بکنید. tempmail.org. خب بریم سراغ اسلاید هام. پس راجع به این موضوع هم صحبت کردم، اما بحث اجزای محتوا یا همون بحث رودمپ محتوا رو میخوایم راجع بهش صحبت میکنیم. 2 تا ستون من اینجا نوشتم. ستون اصلی ما بحث ایده، سناریو، دکوپاژ، دیالوگ و کپشن هستش. اینها راجع بهش صحبت میکنم. و ستون دوم هم عکس، ویدیو، صدا یا صوت و ادیت. این ستون اول بخش هایی هستن که شما با استفاده از چت بات هایی که جلسه قبلی آموزش دادم میتونید این موارد رو دریافت بکنید: ایده، سناریو، دکوپاژ، دیالوگ و کپشن. و بخش دوم رو باید از ابزارهای خاص خودش استفاده بکنید که تو این آموزش مفصل راجبشون صحبت میکنم. بریم اسلاید بعد. خب از اینجا به بعد بحث ما در مورد رودمپ تولید محتواست. بخش اول ایده. من برای اینکه بتونم یک سناریو و یک محتوای خوب داشته باشم، اول از همه باید یک ایده قوی داشته باشم. یعنی مثلا من میخوام تولید محتوا بکنم، باید یک ایده‌ای داشته باشم که اون ایده مناسب کار من باشه و ایده‌ای باشه که من بتونم با خیال راحت ازش نتیجه بگیرم، حداقل بدونم که جزو ایده‌های ترنده. خب این ایده رو از کی میتونم بگیرم؟ بدون شک از هوش مصنوعی، از چت بات هایی مثل چت جی پی تی، گراک، جمنای، کوپایلت و امثالهم. پس امکان گرفتن ایده از هوش مصنوعی وجود داره. من در ادامه اینها رو با شما پیش میرم و تستش میکنم. موضوع بعدی سناریوه. یعنی چی؟ من یک ایده رو نوشتم، مثلا من میخوام در مورد کاربرد ابزارها در کسب و کار مثلا برنامه‌نویسی صحبت بکنم. این شد ایده. حالا میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم، چه سناریویی داره این ایده؟ میخوام از چه منظری وارد این ایده بشم؟ میخوام چه بخش‌هایی داشته باشه این ایده؟ این که من در این ایده میخوام راجع به چه موضوعاتی صحبت بکنم و جزئیاتی که قراره توی ویدیو راجع بهش صحبت بکنم رو اصطلاحاً ما بهش میگیم سناریو. پس باید اول ایده رو پیدا بکنم و بعد سناریو رو پیدا بکنم. بعد از اینکه سناریو رو پیدا کردم، مرحله بعدی میشه دکوپاژ. دکوپاژ یعنی چی؟ دکوپاژ، حالا اینا اصطلاحات تخصصی فیلمسازی بعضیاشون، من دارم از منظر خودم میگم به عنوان کسی که چند ساله دارم توی حوزه تولید محتوا کار میکنم، یه جوری بهتون توضیح میدم که متوجهش بشید و نیاز نباشه که حالا بخواید دنبال منابع تخصصیش بگردید. دکوپاژ یعنی چی؟ دکوپاژ یعنی مثلا من چند تا شخص دارن توی این محتوا فعالیت میکنن، مثلا سناریو 3 تا کاراکتر مختلف داره. اینکه هر کاراکتری در تایم فعالیت خودش، در تایم اکتیو خودش، اکتیو تایم خودش چه کاری رو داره انجام میده، چه دیالوگی رو داره میگه، زاویه دوربین چه شکلیه و چه جزئیاتی رو در واقع اون محتوا داره، من بهش میگم دکوپاژ. مثلا من دارم یه ابزار هوش مصنوعی معرفی میکنم و توی این ابزار اینجوریه که اولش اون شخص اول، حالا میتونه این شخص هم خود هوش مصنوعی باشه، یعنی نیازی نیست حتما یک شخص توی ویدیو ما باشه و من این آموزش رو توی همین جلسه بهتون میگم کاملا که شما چطور با هوش مصنوعی یک ویدیو بسازید. شخص اول مثلا میاد این بخش متن رو میگه، این دیالوگ رو میگه، بعد تصویر میره، مثلا اسکرین ریکورد میاد، این کارا انجام میشه، دوباره شخص برمیگرده. من به این موضوع میگم دکوپاژ اون
محتوا. دکوپاژ رو هم میتونید از چت جی پی تی بگیرید، هم میتونید خودتون بنویسید بر اساس اون چیزی که در واقع منطقیه، بر اساس اون سناریویی که هوش مصنوعی بهتون داده شما میتونید دکوپاژ رو پیاده سازی بکنید و بنویسید. موضوع بعدی دیالوگ ها هم خیلی نزدیک به سناریوه. توی سناریو ما میتونیم راجع به جزئیات صحبت بکنیم که دقیقاً چه موضوعاتی گفته بشه، ولی وقتی مرحله دکوپاژ و دیالوگ رو داریم دیگه مشخصاً باید واو به واو دیالوگ هایی که اون کاراکتر داره رو مشخص بکنیم. دیالوگ رو هم از هوش مصنوعی میتونیم بگیریم. یه وقتایی سناریو، دکوپاژ و دیالوگ همشون ممکنه در هم آمیخته باشن، یعنی شما وقتی دارید مینویسید ممکنه همشون رو تو یک متن مشخص بکنید و اصلا نیازی نباشه که اینها رو از هم تفکیک بکنید. و موضوع بعدی هم بحث کپشنه. کپشن یعنی چی؟ کپشن یعنی وقتی من میخوام یک محتوا رو تو اینستاگرام منتشر بکنم، زیرش یک متنی نوشته شده. این متنی که زیر ویدیوها یا عکس ها منتشر میشه رو ما بهش میگیم کپشن. اون کپشن کمک میکنه که اینستاگرام هدفی که شما از انتشار اون ویدیو داشتید رو بهتر متوجه بشه. شما توی کپشن اولا میتونید محتواتون رو یک کوچولو برای اینستاگرام توصیف بکنید، گرچه خود اینستاگرام با هوش مصنوعی هایی که داره تشخیص میده که موضوع محتواتون چیه، اما کپشن هم میتونه خیلی کمک بکنه. و از طرف دیگه خود کپشن میتونه برای افراد، برای بازدید کننده ها، برای فالوورهاتون جذابیت ایجاد بکنه و کنجکاوشون بکنه. و توی کپشن شما میتونید مواردی رو بنویسید که باعث بشه که مخاطب جذب بکنید و وقتی مخاطب مثلا جمله اول کپشنتون رو میبینه جذب محتوای شما بشه و خود کپشن میتونه یک عامل خیلی مهم توی محتوا باشه. از هشتگ ها هم میتونید استفاده بکنید که همه این موارد رو خود هوش مصنوعی میتونه براتون اوکی بکنه. این از این بخش. بریم ادامه داستان. از اینجای موضوع ما از اون لاین اول گذشتیم، رفتیم لاین دوم، ستون دوم. اینجا دیگه راجع به خود محتوا میخوایم صحبت بکنیم. یک سبک محتوایی که ما با هوش مصنوعی میتونیم تولید بکنیم عکس، تصویر، محتوای تصویری. محتوای تصویری میتونه تصویر یک کاراکتر باشه، یعنی ما میتونیم مثلا یک آواتار بسازیم و اون میشه کاراکتر اصلی محتوامون. میتونه اصلا خود محتوا باشه، مثلا من میتونم یک عکسی رو درست بکنم با استفاده از هوش مصنوعی که اون عکس خود محتواییه که من میخوام منتشر بکنم. مثلا تصویر یک سیبی که چند تا آدم دارن روش راه میرن، مثلا من اینو میتونم با هوش مصنوعی بسازمش و این بشه خود محتوایی که من میخوام منتشر بکنم. یا موضوع بعدی میتونه کاور فوتو باشه. خب ما وقتی یک پست رو میخوایم منتشر بکنیم، یک ریلز رو میخوایم منتشر بکنیم، لازمه که یک تصویر کاور داشته باشیم. خب این کاور رو هم میتونید با استفاده از هوش مصنوعی بسازید. توی بحث تصویرسازی هوش مصنوعی چند قابلیت داره. این اسلاید به شدت مهمه. اسلایدی که الان میخوام راجع بهش صحبت بکنم خیلی خیلی اهمیت داره. چرا؟ من نمیخوام بهتون برای هر کاری یک ابزار معرفی بکنم. این میشه ماهی دادن. من میخوام بهتون ماهیگیری رو یاد بدم. اینکه شما با توجه به هدفی که دارید چطور بیاید ابزارش رو پیدا بکنید، خودتون ابزارش رو پیدا بکنید. نیازی نباشه که من بهتون ابزار معرفی بکنم. من تو این ویدیو، تو این آموزش ابزار بهتون معرفی خواهم کرد، اما چیزی که برای من اهمیت بیشتری داره اینه که شما خودتون قدرت پیدا کردن ابزار داشته باشید. حالا توی بحث تصویرسازی در واقع هوش مصنوعی سری توانمندی ها داره. من اون توانمندی ها رو میخوام بهتون بگم. یک، تبدیل متن به عکس. یعنی من میتونم یک متنی رو بنویسم، مثلا یک گربه نارنجی که داره در حیاط یک خانه‌ای بازی میکنه. این میشه یک متن. من میتونم این متن رو بدم به هوش مصنوعی و برام یک عکس بسازه. به این قدرت هوش مصنوعی میگیم تبدیل متن به عکس. انگلیسیش چیه؟ AI text to image. اینها رو توصیه میکنم یادداشت بکنید یا اسکرین شات بگیرید. من اگر AI text to image رو سرچ بکنم برام ابزارهاش رو میاره. AI text to image. من یه آدم 0 کیلومترم، هیچی نمیدونم. کنوا رو آورد، خیلی خوبه. دیپ AI رو آورد، خیلی خوبه. پیکسلا رو آورد، خیلی خوبه. فوتور لئوناردو رو آورد. لئوناردو چیزی که تو این جلسه هستن میخوام بهتون آموزشش بدم. ادوبی رو آورد، اونم خیلی خوبه. فیلیپیک، اینا همشون ابزارهای خیلی خوبی ان. خب پس میبینید که من سرچ کردم، بهترین ابزارها رو برای من آورد. موضوع بعدی تبدیل عکس به عکس. AI image to image. یعنی چی؟ من یه عکسی رو دارم، میخوام اون عکس رو تبدیل بکنم به یک عکس دیگه. به این میگن تبدیل عکس به عکس. دوباره اینو باز میکنم، AI image to image. میبینید که باز هم یه سری ابزارها رو برای من آورده که من میتونم عکس ها رو با هم تبدیل بکنم. مثلا یه عکس خودم میدم، میگم عکس منو تبدیل به انیمیشن کن. آیا شدنیه؟ 100%. ساخت آواتار. آواتار چیه؟ یه سری شکلک ها هست که احتمالاً توی سوشال مدیا دیدید. بذارید بهتون نشون بدم. AI آواتار. اینا آواتارن. اینا چجوری ساخته میشن؟ با استفاده از هوش مصنوعی. چه هوش مصنوعیایی؟ این هوش مصنوعی‌ها. AI آواتار
حالا هیجن که ویدیوش میکنه بهتون آموزش میدم، نگران نباشید. اینا هم همشون در واقع ویدیوهای آواتار میسازن و شما با استفاده از هوش مصنوعی میتونید آواتار بسازید. تکست تو آواتار، تکست تو ایمیج میتونه براتون آواتار بسازه. موضوع بعدی، حذف سوژه از عکس. دیدین این محتواهایی که مثلا عکس یه نفر رو میتونی حذف بکنی؟ خب خیلی راحته. من میام اینجا میزنم AI Image Editor، یه سری ابزارها میاد باز مثل پیکسلار یا دیپ AI، کنوا، خب اینا همشون این کار رو انجام میدن. پس من دیگه نیازی ندارم که چند ساعت بگردم، کافیه فقط این رو سرچ بکنم. یا ابزار بعدی، افزایش کیفیت عکس، AI Image Enhancer. میبینید کات اوت پرو، AI Image Enlarger، اینا عکس رو بزرگ میکنه، مثلا کیفیتشو بالا میبره. آپ اسکیلر، اینا همه کلماتی هستن که هم معنی هستن، همه اینها همون کار رو انجام میده. پس میبینید که من اصلا هیچ ابزاری رو نشناسم، میتونم کاری که میخوام انجام بدم رو بدونم و برم همون رو سرچ بکنم توی گوگل. توی گوگل که سرچ بکنم بهترین هاش رو به ترتیب برای من میاره. بریم چند تا ابزار رو با هم دیگه تست بکنیم. نوشتم معرفی ابزارهای تولید عکس. اولیش چیه؟ اولیش جستجوه. یعنی که آقا اصلا ول کنید اسلایدهای فرزان اسلامی رو ول بکنید. هر جا نیاز به یک ابزار داشتید سرچش بکنید. میخوای چیکار بکنی؟ میخوای متن رو تبدیل به عکس بکنی؟ AI تکست تو ایمیج. میخوای عکس رو ادیت بکنی؟ AI ایمیج ادیتور. میخوای یه عکس رو کیفیتشو بالا ببری؟ AI Image Enhancer یا هر چیزی. پس نیازی لزوما اسم AI رو حفظ باشی. منم این چند تایی که نوشتم خب من اینا رو میشناسم به واسطه اینکه خیلی باشون کار میکنم. ولی حتی اگر نمیدونید کافیه که سرچ بکنید و حالا باز با استفاده چت بات هم میتونید این سرچ رو انجام بدید. اما چند تاشو میخوام باهاتون تست بکنم و با هم دیگه آموزشش رو انجام بدیم. نکته مهم، همه ابزارها رو شما میتونید با نسخه موبایلشون کار بکنید، ولی با سیستم بهتره. لئوناردو رو میخوام با هم تست بکنیم. لئوناردو AI. بذارید من از اینجا بهتون یاد بدم. AI Text to Image. این چند تایی که اولا معمولا از بقیه بهترن. حالا من چون لئوناردو رو میشناسم، میدونید لئوناردو هم تو صفحه اولش هست، چون قبلا باش کار کردم و میشناسمش، میام اینجا. به نام خدا این سایت لئوناردو. همه سایت ها تقریبا یک روند رو دارن. روندشو که الان اینجا ببینید بقیه هم تقریبا همینن. میگه آقا من سایت رو میگردم، خب مثلا نوشته get started، میخوام شروع بکنم، یا launch app، get started رو بزنم، با launch app جفتشون یک کار رو انجام میدن، واردش میشن. برای اینکه براتون راحت تر باشه این accept all رو هم میزنم. من اینو تبدیل میکنم به نسخه موبایل. یعنی الان اینجا من دارم نسخه موبایل رو نشون میدم. این الان نسخه آیفون 14 پرو مکس، یا بیایم اندرویدش بکنیم. S20 اولترا خوبه، S20 اولترا. یعنی یه گوشی اندرویدیه. درسته؟ بریم جلو. خب میگیم که میخوام ساین اپ بکنم. ساین اپ یعنی اکانت ساختن. من اکانت ندارم، با گوگل میخوام ساین اپ بکنم. قبلا گفتم گوگل معمولا اکثریت ابزارها رو داره. اینم که آدرس جیمیل منه که قبلا با هم دیگه ساختیمش. وارد میشم به همین راحتی. میبینید که لئوناردو داره باز میشه. میگه یه یوزرنیم بساز. خب خودش یه یوزرنیم پیشنهاد داد، منم میگم خوبه. میگه اینم تایید کن، چشم. اینم تایید، چشم. رفتیم جلو. میگه میخوام آموزش بدم. آموزش نمیخوام، خودم بلدم. اینم فینیش. اینجا رو ببینید گفته که 150 تا توکن به من داده. من با این آدرس ایمیل 150 تا توکن دارم. اگه برم از اون سایت استفاده بکنم به راحتی میتونم اکانت های دیگه بسازم، پس هیچ مشکلی نداره. حالا اینجاش مهم میشه تایپ پرامپت. توی آموزش قبلی گفتم پرامپت خیلی مهمه. پرامپت یعنی زبان ارتباط با هوش مصنوعی. چیکار میکنم؟ میام به دوست خیلی خیلی خوب من چت جی پی تی، یه چت جدید باز میکنم. این نیو چت. میگه چیزی بنویس. چی مینویسم؟ میگم یک پرامپت به زبان انگلیسی برای من بنویس که بتوانم یک آواتار بسازم که شبیه یک برنامه نویس باشد و در یک اتاق مدرن نشسته باشد و پشتش یک سیستم حرفه‌ای دیده شود. اینو میفرستم. ببینید به زبان انگلیسی داره برای من یک پرامپت میسازه. بعد پرسید اگه سبک خاصی مد نظر دارید بگو تا پرامپت رو دقیق‌تر بکنم. بله، واقع گرایانه باشد. الان تغییر داد. حالا یه نکته رو تو پرانتز بهتون بگم. خود هوش مصنوعی چت جی پی تی هم قابلیت ساخت عکس رو داره. من الان پرامپت نهایی من شد. من اینو میزنم
ببین خود هوش مصنوعی چت جی پی تی هم براتون عکس میسازه. یکم صبر میکنیم. حالا دلیل اینکه میتونه بسازه، شرکت اوپن ای آی یک هوش مصنوعی ساخت عکس داره به نام دال ای که اونم حالا من اسمش رو اینجا نوشتم براتون که میتونید با استفاده از اون همین کار انجام بدید. این خودش میره براتون در واقع با استفاده از دال ای عکس رو میسازه. این متنی که نوشتم من اینجا گذاشتم، اینم ساخت. خب داره میسازه. من پرامپتم رو اینجا نوشتم، گزینه کرییت رو میزنم، رفت که برام عکس رو بسازه. به همین راحتی داره برای من 4 تا عکس تولید میکنه. برمیگردم به چت جی پی تی، میبینم که چت جی پی تی هم داره برای من عکس درست میکنه. حالا میبینید که خیلی هم جذاب، به 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 به، یه آواتار رو برام ساخت. آواتار یعنی در واقع همین آدم‌هایی که با هوش مصنوعی ساخته میشن. حالا تصویرش رو دارید میبینید دیگه. من اینو دوباره رفرشش میکنم و تبدیلش میکنم به نسخه وب تا این راحت‌تر بتونه درست بکنه. خب میبینید که برای من عکساشو درست کرد. کلا بهتون گفتم ابزارها خیلیشون با براوزر خود سیستم با لپتاپ بهتر کار میکنن، اما تو موبایل هم برید مثلا یک سایتی مثل لئوناردو بهتون خروجی میده. از اینجا اصلا نگران نباشید. الان یه همچین عکسی برای من ساخته، ولی این عکس اون چیزی نبود که من میخواستم. میام اینجا پرامپتش رو چک میکنم. من اینجا یه کلمه فرانت ویو رو هم اضافه میکنم. فرانت ویو یعنی از نمای روبرو جنریت. میام توی چت جی پی تی، این عکس رو برای من ساخته. من این عکس رو دانلودش میکنم و نگهش میدارم و به چت جی پی تی میگم این عکس رو عمودی میخوام. این عکس افقیه، من عمودیشو میخوام. خب ببین داره میسازه و حالا داره میگه که عمودیشو بساز. خب آها، ببین الان این اونی شد که من تقریبا میخواستم. حالا این رو من روش کلیک میکنم و ذخیرش میکنم. اینم از این عکس. این شد به همین راحتی ساخته عکس با هوش مصنوعی. اینم که داره میسازه عکس ما رو. یه ابزار دیگه هم معرفی کردم، مایکروسافت دیزاینر، ادوب فایرفلای، کنوا و دالی. اینا همشون ابزارهای خیلی خوبی ان. من فایرفلای رو تست میکنم. من دارم تست میکنم که ببینید چقدر همه چیز شبیه به همدیگن. خب وارد سایت ادوب فایرفلای میشم. فایرفلای هم خروجای خیلی خوبی داره. میگه کجایی؟ من میگم یونایتد استیت، به زبان انگلیسی بهم بده. گو تو فایرفلای. به 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 به، عجب چیزی ساخت. داره نهاییش میکنه. انیبل آل رو میزنم. خب میگه که چی میخوای بسازی. خب این همون متن است که اونجا به من داد. اینجا دوباره فرانت ویو رو اضافه میکنم، جنریت رو میزنم. به همین راحتی. حالا میگه اکانت بساز. میگم اکانت جیمیل دارم. میگه باشه، قبوله. اکانت جیمیل قبلیمو دوباره اینجا انتخاب میکنم، کانتینیو رو میزنم. همه این پروسه ها رو با موبایل هم میتونید برید. میگه ماه و سال تولدتو بگو. چشم. کرییت اکانت. من چون وی پی انم هلنده فکر میکنه که من هلندم. خب اگری، اینم میبندم. حالا میگم تولید کن. رفت که برام تولید میکنه. اوه چقدرم سریع تولید کرد. حالا یه سری تنظیمات به من میده. فایرفلای خیلی خوبه. میگه آقا اسپکت ریشیو میخوای چی باشه؟ نسبتت میخوای چی باشه؟ من میگم عکسم میخوام پورتره باشه. واید اسکرین هم خوبه. پورتره میخوام باشه. ریالستیک بودنش خوبه. دیگه تنظیماتی که اینجا داره اینا رو اصلا باش کاری ندارم. کامera انگل میگه که زاویه‌اش چی باشه؟ میگم کلوز آپ باشه، یعنی از نزدیک باشه. لایتنینگ مثلا استودیو لایت، یعنی نورپردازی استودیویی باشه. ببینم اینا رو ادیت میکنه اصلا. جنریت. واو عجب عکسی ساخت. خیلی خوبه. اینو از بقیه بیشتر دوست داشتم. چت جی پی تی چت جی پی تی از همشون بهتر ساخته. حالا میبینید که دوباره برام عکس ساخت از زوایای مختلف. اینم بدی نیست عکسش. اینم بد نیست. عکسای مختلفی که ساخته رو دارید میبینید. میتونم باز پرامپتمو تغییر بدم و عکسای دیگه‌ای بسازم. ولی اینجا رو بهتون نشون دادم که ببینید که کلا ساختن عکس خیلی پیچیده نیست. ولی حالا نکته‌ای که اینجا خیلی اهمیت داره، این عکس واقعا واقعیه، خیلی حس خوبی دارم بهش. هر چقدر شما این پرامپت رو تغییر بدید، یعنی مثلا من اونجا نوشتم که عکس رو بساز، بعد دیدم که زاویه‌اش خوب نیست، نوشتم که زاویه‌اش از روبرو باشه. همین تغییرات رو میتونید توی پرامپت ایجاد بکنید. در نهایت خود چت جی پی تی هم خب عکس خیلی خوبی ساخت. پس شما به راحتی میتونید ساختن عکس رو با هوش مصنوعی انجام بدید. همه این هوش مصنوعی ها کارهای شابهی رو انجام میدن و شما هر کدوم از این کارها رو که بخواید انجام بدید 100% شدنیه. بریم توی لئوناردو، من مثلا چند تا عکس دیگه بسازم. یک اسب سفید رنگ در حال دویدن در ساحل با یک سوارکار خانوم که در حال تیر اندازی است. اگر نتونست فارسی بسازه که داره میسازه،
من میرفتم این متن رو میدادم به چت جی پی تی، میگفتم برام انگلیسیش کن، خیلی هم راحته. ببین الان 40 تا دیگه از کوپنم سوخت، 30 تا دیگه بیشتر نمونده. بخوام دوباره اکانت وارد شم چیکار میکنم؟ میرم در واقع از تمپ میل استفاده میکنم. میبینید که یک اسب، یک خانومی هم که روش در حال تیراندازیه. حالا یکم آهانا کن چه عکس قشنگی شد. حالا همین رو من میتونم بگم واقعیش کن. خب الان دیگه 40 تا کوپن ندارم دیگه، اینجا نمیتونم عکس بسازم. میرم اینجا یک عکس واقع گرایانه از یک اسب بسازم. ببینم فارسی میسازه، نمیدونم اینو فارسی میسازن یا نه، ولی خب تست میکنیم دیگه، کاری نداره، تستش رایگان. اینم برامون عکس ساخت. حالا یکم عکساش واقع گرایانه بودنش پایینه ولی تلاششو کرده. اینا رو نان میزنم، اینا رو برمیدارم تیکشونو، ببینم حالا چی میسازه. هر چقدر شما جزئیات بیشتری به پرامپتتون بدید، خروجی که بهتون میده بهتر میشه. ولی کلا الان اگه دیده باشید این خروجیش خیلی جذاب بود لئوناردو. حالا باید ابزارهای مختلف رو باشون کار بکنید تا ببینید کدوم از نظر شما جذاب‌تره. پس این ابزارهای تولید عکسن. حالا من این عکسی که اینجا ساختم رو باهاش کار دارم، تموم نمیشه داستان ما با این عکس. میریم سراغ بحث ویدیو. پس من تونستم عکس بسازم، با همین روش تونستم ابزارهایی که میخوام رو پیدا بکنم. حالا میریم سراغ ساخت ویدیو با استفاده از هوش مصنوعی. توانمندی‌های هوش مصنوعی در ساخت ویدیو هم به این صورته: یک، تبدیل متن به ویدیو. من اینجا رو دیگه سریع‌تر میگم. AI تکست تو ویدیو. تبدیل عکس به ویدیو. AI ایمیج تو ویدیو. مثلا من یه عکس میدم، میگم ازش ویدیو برام بساز. تبدیل آواتار به ویدیو. AI آواتار ویدیو. دوبله ویدیو با لیپ سینک. ما مثلا تبریک نوروزی پیجمون اگه دیده باشین، ما بچه‌ها به زبان فارسی تبریک گفتم ولی به زبون‌های مختلف ما ترجمهش کردیم، دوبلش کردیم. خیلی کار جذابیه. شما با همین قابلیت میتونید یک ویدیو بگیرید به زبان انگلیسی دوبلش بکنید، یا ساخت انیمیشن با هوش مصنوعی. اینها رو توصیه می‌کنم حتما اینجا یادداشت بکنید چون خیلی میتونه براتون مفید باشه. من دلیلی که دارم سریع میگم اینا رو به خاطر اینکه میخوام به پروژه برسم، سریعتر پروژه‌مون رو انجام بدیم. حالا ابزارهای تولید ویدیو. اول نوشتم جستجو، یعنی شما با جستجو کردن خیلی راحت میتونید ابزارهای مختلف رو بهش دسترسی داشته باشید. یا ابزارهای مثل هیجن، رانوی، این ویدیو، کیلینگ ای آی، اینا همه ابزارهایی هستند که شما سرچ بکنید اون کاتگوری ها رو سرچ بکنید میرسید به این لیستی که من اینجا نوشتم و خیلی عجیب و غریب نیست. شما به راحتی میتونید این ابزارها رو پیداشون بکنید. اینا میشن ابزارهای تولید ویدیو. برمیگردم، نگران نباشید، میخوایم با هم دیگه پروژه انجام بدیم. بحث صدا یا صوت. تو بحث صوت هم کارهای جذابی میشه انجام داد. تبدیل متن به گفتار و بالعکس. AI تکست تو اسپیچ، یا بالعکسش میشه اسپیچ تو تکست. یعنی من اگه بخوام یک متن بدم و یک صدا بگیرم میتونم از AI تکست تو اسپیچ استفاده کنم. تغییر صدای گوینده. AI voice cloning. من یک صدایی از خودم ضبط میکنم، میخوام تبدیلش بکنم به صدای آقای مثلا داریوش. این کارو میشه با voice cloning انجام داد. یه سری ابزارها هستن که این کار رو انجام میدن. افزایش کیفیت صدا و حذف نویز. مثلا من یک صدا رو، یک وایس رو اینجا گرفتم، بدون میکروفون بوده و میخوام نویز محیط رو حذف بکنم، بهش میگن AI audio enhancement. دوبله صدا، AI voice translator یا دابینگ. ساخت موزیک، AI music generator. دیدید این موزیکایی که مثلا با هوش مصنوعی میسازن، این در واقع کاری که انجام میشه اسمش از AI music جنریتور. خب این کارا رو میشه با هوش مصنوعی انجام داد. من خیلی سریع دارم اینا رو میگم، قطعا تو ویدیوهای بعدی اینا رو باز میکنم و مفصل‌تر راجبشون با هم صحبت میکنیم. اما چیزی که الان این وسط خیلی مهمه اینه که بدونید هوش مصنوعی چه کارهایی رو میتونه انجام بده و اینا هم همشون همونجور که گفتم رایگان میتونه انجام بشه. چه ابزارهایی هستن که قوی ان توی بحث صدا؟ قطعا جستجو بکنید. بعد از اینکه جستجو کردید، الون لبس خیلی خوبه، مرف یا مورف خیلی خوبه، ریزمبل، وایس ای آی و سونو برای ساخت موزیک. مثلا وایس ای آی برای تغییر صدای خواننده است و به شدت هم قوی عمل میکنه. خب و بحث ادیت. تو بحث ادیت ابزارهای مختلفی وجود داره. بهترین ابزار برای ادیت ویدیو کپکات در حال حاضر. اگر بخواید با موبایل ادیت انجام بدید، ابزارهای زیادی واسه ادیت وجود داره، ولی ابزاری که خیلی راحت بتونید ادیت رو باش انجام بدید به نظر من کپکات هم توی ویندوز در واقع کاربرد داره، هم توی موبایل خیلی دسترسی‌های خوبی بهتون میده که میتونید به راحتی ازش استفاده بکنید. اگر بخواید میتونم لینک دانلودش رو براتون بذارم، ولی ما تو این ویدیو درگیر ادیت نخواهیم شد. کاری که ما انجام میدیم ربطی به ادیت نداره. رفتیم سراغ پروژه عملی. خب برای پروژه عملی من میخوام تمام این موارد رو با شما پیش ببرم. میریم سراغ دوست خیلی خوبمون چت جی پی تی. شروع میکنیم به نوشتن. یک چت جدید باز میکنیم. من میخوام یک پست برای اینستاگرام درست بکنم در حد
20 ثانیه و در مورد کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی در برنامه نویسی صحبت کنم. 10 تا ایده به من بده. اینجا میبینید غلط املایی هم دارم ولی میفهمه. خب میبینید 10 تا ایده داره به من میده. خب من مثلا یادگیری سریعتر زبانهای برنامه نویسی رو خوشم اومده. ایده چندم بود؟ 8م بود. 8 رو خوشم اومد. برام سناریو بنویس. خب ببین اینو میبینین که داره چی کار میکنه؟ این در واقع سناریو به همراه دکوپاژ صحنه ها رو داره میگه، آدمای مختلف، و داره سناریو رو بهم میگه. حالا من این سناریو رو نمیخوام، من این سناریو دیگه میخوام. من میخوام یک ویدیو با آواتار بسازم در حد 20 ثانیه. متن به من بده تا آواتار من این متن رو بگه. حالا این تیکه دیگه است. من بهش میگم یک متن یک پارچه بده که وسطش منقطع نشه. ببین چه متن خوبی نوشت. اگه یادگیری یه زبان مرموزی جدید برات سخته و همیشه ساعت‌ها دنبال جواب میگردی، بخشی از هوش مصنوعی فلان و فلان و فلان، من اینو کپی میکنم. این متن رو کپی میکنم. ببین ایده رو داشتم، سناریو رو برام نوشت، دکوپاژ نمیخواد این ویدیو به واسطه کاری که میخوام انجام بدم، دیالوگ رو ازش گرفتم و کپشن. برای این ویدیو یک کپشن جذاب برام بنویس که باعث ویوی بالاتر پستم بشه و داخلش هشتگ هم بذار. خب می‌بینید داره برام کپشن هم مینویسه. خیلی عالی. من همینو کافیه که کپی بکنم. هشتگاش زیاد شد. کلاً 5 تا هشتگ بذار. برام داره هشتگاشو کم میکنه. چقدر جذاب بود. حالا پس کپشن هم نوشتم، میریم سراغ عکس. من عکس رو اگه دقت کرده باشید ساختم. توی اون عکسی که چت جی پی تی برام ساخت، این عکسی بود که من برای این داستان ساختمش. اینو من کپیش میکنم، باش کار دارم. پس من عکس رو ساختم. میریم سراغ ویدیو. اینجای داستان یکم پیشرفته تر میشه. اینجای داستان مهمه. اینجا رو با جدیت بیشتری ببینید. خب برای ساخت ویدیو میرم تو سایت هیجن. هیجن چی نوشته؟ AI ویدیو جنریتور. یعنی من اگه AI ویدیو جنریتور رو سرچ بکنم، هیجن رو میتونم پیداش بکنم. خب وارد سایت هیجن میشم. طبق معمول get started for free، یعنی رایگان وارد شو. چشم. یه ابزار بهتون یاد دادم به نام تمپ میل. میخوام از اون استفاده کنم. میام اینجا سایتشو رفرش میکنم. یه ایمیل دیگه بهم بده. دوست خوب من یه ایمیل بهم بده، یه ایمیل بهم بده. داره میسازه. ساخت. کپیش میکنم. میام اینجا میگه ایمیل تو بگو. اینا ایمیل من. سند کد. خب میگه که عکسایی که توش ماشین هست رو انتخاب کن که ما ربات نباشیم. اینم از این وریفای. میگه یه کد فرستادم برای این آدرس. داره پی رفرش میکنه. آها میگه یه ایمیل اومد. ایمیل رو باز میکنم. میگه کدی که برای C7770 C7770 وریفای. پسورد میگه بذار. خودش پسورد برام گذاشت. دستش درد نکنه. یه ادساینم من آخرش میذارم. کرییت اکانت رو ساختیم. خیلی هم راحت. حالا اینجا میگه که بیا یه پلن بساز. من میگم رایگان اولیه رو زدم. میگه زبانم انگلیسیه. اینا هم مهم نیست، یه چیزی بزنید، خیلی اهمیت ندارن. میگه کجا میخوای محتواتو بذاری، اینستا و دیتا ماینینگ خودشون خیلی مهم نیست. خب من الان اکانت فریش رو دارم استفاده میکنم. گزینه کرییت ویدیو رو میزنم. میگه چی میخوای بسازی؟ میگم من آواتار ویدیو میخوام بسازم. ویدیوی بدون چهره میخوام بسازم. چهره خودم نباشه. اینم ویدیو ترنسلیشنه. گفتم میتونید ویدیوها رو دوبله بکنید. این قابلیت این هیجن هست، میتونید این کارم انجام بدید. میخوام آواتار ویدیو بسازم. میگه چه جوری میخوای بسازی؟ اینوری میخوای بسازی یا عمودی میخوای بسازی؟ من عمودی میخوام بسازم. خیلی خوبه. میریم جلو. حالا میگه که آواتارت میخوای چه شکلی باشه؟ من میگم میخوام خودم آواتار بسازم. عالیه. میگم آواتار مال خودم باشه. میگه عکسشو آپلود کن. من اینجا یه آواتار ساخته بودم، آدرسشو اینجا کپی پیست میکنم. این عکسی که اونجا برای من ساخته شد. آپلود. این عکس رو داره آپلود میکنه. حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که اون متنی که مد نظرمون هست رو تبدیل به صدا بکنیم. برای این کار شما هم میتونید از ابزارهایی که تو این زمینه وجود دارن استفاده بکنید و هم میتونید
خودتون اون صدا رو ضبط بکنید و به هوش مصنوعی بدید. من این متنی که نوشتیم رو خلاصش کردم و رسیدم به این متن، اینجا براتون میذارم و کاری که الان انجام میدم اینه که این متن رو با استفاده از حالا گوشی یا هر چیز دیگه‌ای که دم دستتون هست یا با همین لپتاپ حتی میتونید ضبط بکنید و اون رو به عنوان ورودی به اون محتوای هوش مصنوعیمون بدیم. من الان این رو رکوردش میکنم. اگه یادگیری یک زبان برنامه‌نویسی جدید برات سخته و همیشه ساعت‌ها دنبال جواب میگردی، وقتش از هوش مصنوعی کمک بگیری. ابزارهای هوش مصنوعی میتونن توی چند ثانیه به سوالاتت جواب بدن. این یعنی هم بهتر یاد میگیری و هم قوی‌تر کد میزنی. از هوش مصنوعی استفاده کن و برنامه‌نویسی رو راحت‌تر یاد بگیر. من متنش یکم خلاصه کردم که خروجیش یکم سریع‌تر باشه و سریع‌تر بتونم ازش خروجی بگیرم. اینو شیرش میکنم. یک فایل MP3 به من داده و اون رو تلگرام برای خودم ارسالش میکنم. این کار شما به راحتی میتونید با رکوردر گوشیتون انجام بدید. اصلا پیچیدگی نداره و به سادگی براتون قابل انجامه. خب من آواتاری که مد نظرم بود رو آپلود کردم. حالا میرم روی گزینه کرییت ویدیو. آواتار ویدیو رو میزنم، کرییت پورتریت ویدیو رو انتخاب میکنم و بعد میخوام کاراکترم رو در نظر بگیرم. میگه که از چه کاراکتری میخوای استفاده کنی. من ریپلیس رو میزنم و صفحه رو میارم این برتر. میگم این آواتاریه که خودم ساختم، انتخابش میکنم و الان آواتارم انتخاب شد. یه گزینه داره نوشته متنت رو اینجا بنویس یا اودیو رو آپلود کن. من اون وایسی که از خودم گرفتم رو اینجا انتخابش میکنم و آپلودش میکنم. به همین راحتی اون وایس من اینجا آپلود میشه و میتونید الان خروجی این وایس رو بشنوید. خب اد تو سین رو میزنم. الان این صدا هم وارد شده. جانمایی آواتارم رو انجام میدم. خودش در واقع متن رو هم متوجه شد و الان میخوام جنریت بکنم. بک‌گراندم میشه عوض کرد، نیازی بهش نداریم و گزینه جنریت رو میزنم. این خروجی ها رو هم بهش دست نمیزنیم و سابمیت. به همین راحتی من تونستم با استفاده از صدای خودم و یک تصویری که با هوش مصنوعی ساخته شد این ویدیو رو بسازم. اینجا هم بهش رای میدیم، میگه که رفته تو پروسه ساخت ویدیو. خب این ساخته شد و مرحله بعدی کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که در واقع براش یک کاور فوتو بسازیم. ساخت کاور فوتو هم خیلی پیچیده نیست. شما با ابزارهای مثل کنوا هم میتونید این کار رو انجام بدید. کنوا یک ابزاریه که شما با استفاده از اون میتونید تولید عکس داشته باشید. حالا من وارد کنوا میشم. حالا خیلی نمیخوام کار عجیبی انجام بدم، صرفا میخوام یک متن رو روی یک عکس قرار بدم. اینجا هم از من یه سری اطلاعات میخواد که من اسکیپ میکنم. میگم که من میخوام کاور بسازم. ببینم اینستاگرام ریل کاور. مثلا الان توی هوش مصنوعی کنوا هستیم و خب مدل های مختلفی رو برامون آورده و میتونیم از بینشون انتخاب بکنیم. من الان دنبال یه کاوری میگردم که خیلی ساده باشه. این باحاله، کاستومایزش میکنم. حتی نیازی نیست لزوما شما از این ابزار استفاده بکنین، چون خیلی با ساختن کاور خیلی چیز پیچیده نیست. حالا من اینجا سعی میکنم که عکسش رو تغییر بدم، عکس خودم رو روش قرار بدم. من عکسی که از خودم داشتم رو اینجا میذارم و این متن‌ها رو هم به راحتی میتونم عوض بکنم. مثلا مینویسم برنامه نویسی با AI یا مثلا اینو بکنم یادگیری برنامه نویسی، فونتش رو یکم کوچیک میکنم با هوش مصنوعی، یکم هم اینو بزرگش میکنم. من الان کاری که دارم انجام میدم خیلی ترتمیز نیست، ولی شما میتونید اینو خیلی ترتمیزتر انجامش بدید. اینو میفرستم عقب‌تر که لایه هاشم دیده بشه. یه چیز خیلی ساده جمع و جور. حالا میتونم رنگاشم عوض بکنم. این در واقع دیگه خیلی هوش مصنوعی به حساب نمیاد. خیلی‌ها این کارو با اینشات هم میتونن انجام بدن، با نرم افزارهای مختلف هم قابل انجامه. اینو چون دم دستی بود من دیگه با فتوشاپ این کار رو انجام ندادم، ولی خب خیلی راحت شما میتونید با هوش مصنوعی هر عکسی که میخواید رو درست بکنید. این عکس با هوش مصنوعی بود، من فقط کاور براش درست کردم و این رو من میخوام ازش یه اکسپورت یا خروجی بگیرم. فایل، دانلود،
تصویر ما هم که همش جلوی دست و پاست. میبینید که یه خروجی گرفت، حتی فونتاشو به هم ریخته. من اینجا باید فونتاش رو مجددا چک بکنم و ببینم دلیلش چیه که به هم ریخته. جالبه که فونت ایرانی هم داره، تیتر فونت تیترم خوبه. من اینو میذارم روی 100، اینم میکنم فونت تیتر، اینم میکنم تیتر. حالا از این یه خروجی میگیرم، فایل و دانلود، دوباره جلو دست و پاس دانلودش میکنم. ببینیم حالا چه خروجی بهمون میده. ببینیم حالا عکس اوضاعش چجوری. بله فونتاش هم اوکیه. یه کاور خیلی ساده، یادگیری برنامه‌نویسی با هوش مصنوعی که شما میتونید با نرم افزار کنوا این کار رو انجام بدید. حالا کار دیگه هم میشه کرد ولی ما از همین استفاده میکنیم. خب برگردیم به هیجن، ببینیم هیجن چیکار کرد. اوکی ویدیومون آماده است، بریم ویدیو رو ببینیم برامون چی ساخته. خب من دانلودش میکنم، دانلود و تمام. ببینیم چیکار کرد. اگه یادگیری یک زبان برنامه‌نویسی جدید برات سخته و همیشه ساعت‌ها دنبال جواب می‌گردی، وقتش از هوش مصنوعی کمک بگیری. ابزارهای هوش مصنوعی میتونن توی چند ثانیه به سوالاتت جواب بدن. این یعنی هم بهتر یاد میگیری و هم قوی‌تر کد میزنی. از هوش مصنوعی استفاده کن و برنامه‌نویسی رو راحت‌تر یاد بگیر. می‌بینید که به همین سادگی ما تونستیم یک ویدیو رو از یک عکسی که با هوش مصنوعی ساخته شده و با صدای خودمون تولید بکنیم. خیلی جذابه. شما همین کار رو میتونید با یک تصویر دیگه، با یک تصویر انیمیشنی و روش‌های مختلف با صداهای مختلف انجام بدید. ساخت صدا هم خب میشه با هوش مصنوعی انجام داد، ولی اگر صدای خودتون باشه طبیعتاً براتون خیلی راحت تره، چون کلمات فارسی رو میتونید خیلی دقیق‌تر و بهتر بگید. بعضی از هوش مصنوعی ها تو گفتن کلمات فارسی به درستی یه مقدار ضعف و مشکل دارن. پس این شد ویدیویی که ما می‌خواستیم با استفاده از هوش مصنوعی بسازیم. به راحتی ما تونستیم ویدیومون رو هم بسازیم، اون صدایی که مد نظرمون بود رو هم روش گذاشتیم، دیگه نیاز به ادیت هم نیستش. اما پروژه‌ای که برای این آموزش در نظر گرفته شده و انتظار میره که شما انجامش بدید اینه که یک محتوا رو برای اینستاگرامتون خودتون بسازید که چطور با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی یک ویدیو بسازید و در نهایت این ویدیو رو میتونید توی پیج شخصی یا کاریتون منتشر بکنید. میتونید ما رو هم تگ بکنید. با تگ کردن ما متوجه میشیم که شما این ویدیو رو تونستید با استفاده از این آموزش بسازید. پیج من فرزان آندرلاین اسلامی هستش تو اینستاگرام، به راحتی میتونید پیداش بکنید و اگر محتوایی ساختید یا اگر جای سوالی هم داشتید میتونید توی تلگرام پیام بدید، با آیدی پشتیبانی سوالاتتون رو بپرسید و با هم دیگه در ارتباط باشیم. کلا هدف من از آموزشی که تو این جلسه براتون در نظر گرفتم این بود که پروسه ساخت یک محتوا رو از 0 تا 100 با استفاده از هوش مصنوعی ببینید. قطعا جزئیات خیلی بیشتری رو میشد آموزش داد. من هدفم این نبود که اینجا 0 تا 100 تک تک ابزارها رو بهتون آموزش بدم. من اینجا از چند تا ابزار استفاده کردم، مثل چت جی پی تی، مثل لئوناردو و ابزارهای مثل هیجن. خب خیلی مهمه که شما ببینید که چطور میشه یک محتوا رو ساخت و 0 تا 100 پروسه ساخت یک محتوا با استفاده از هوش مصنوعی چطور پیش میره و بعد حالا مشخصا راجع به هر کدوم از این ابزارها میشه ساعت‌ها آموزش ارائه کرد. من حتما توی آموزش‌های بعدی این ابزارها رو تک به تک معرفی میکنم، کار باهاشون رو آموزش میدم که بتونید باهاشون حرفه‌ای‌تر کار بکنید. اما چیزی که این وسط خیلی اهمیت داره اینه که ببینید که امکان پذیره. ببینید که من با ساختن یک اکانت جیمیل و استفاده از چند تا ابزار مختلف میتونم یک ویدیو بسازم یا میتونم یک عکس بسازم، یک آواتار بسازم بدون اینکه حتی تصویر خودم این وسط باشه. میتونم سناریو بگیرم، میتونم ایده بگیرم و کارهای مختلف رو با استفاده از هوش مصنوعی انجام بدم. حتما پروژه‌ای که توی این آموزش بهتون داده شده رو خودتون انجام بدید. انتظار ندارم که یک پروژه خیلی عجیب و غریب و با کیفیت خیلی بالایی باشه. هدف اینه که انجامش بدید. ولی توی آموزش‌های بعدی مفصل‌تر راجع بهش صحبت می‌کنیم و ابزارهای مثل هیجن یا ابزارهای دیگر رو با یک جزئیات بیشتر اختصاصی آموزشش رو براتون میذارم که به اونها هم دسترسی داشته باشید. حتما کانال رو سابسکرایب بکنید که به ویدیوهای بعدی هم دسترسی پیدا بکنید و در واقع انتشارشون مطلع بشید و هر سوالی هم که داشتید توی تلگرام میتونید از ما بپرسید. ممنونم که این ویدیو رو هم همراه ما بودید. امیدوارم که آموزش این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. مرسی از شما.